خدمت بعضی از دوستان عرض کنم. دوستان ببینین این استرما تا حدودی تقریبا میشه گفت تا حدودی جدید آمده. بعد یک عیبی اینا معمولا پیدا میکنه. ببینین این فلوسیویجیه که میره بالا، این قسمتش آهن ربایه، خیلی هم فنرش نرمه، خیلی نرمه، فنره بی نهایت نرم و فلوسیویچ هم سبک. بعد اینجا آهن ربا داره، وقتی میه بالا الان اینجا دیدین نگاه کنم براده های آهن چسبیده بهش. ببینین بایی که با مسواک شستم، کلن شستمش دیشب اینا همه، ولی هنوز براده آهن بهش چسبیده. این قسمت آهن ربایه. وقتی فلوسیویچ میه بالا این ریدرلر تحریک میکنه، این ریدرلر تحریک میکنه، ایره تحریک میکنه و روشن میشه ست کنترل. بعد برای خاموش کردن پشتش یک پرشر داره، مثل پکیج یک پرشر آب که فشار که به حد نصاب مرسه. ببینین هیچی نداره پشتش. قابش پشتش هم باز کردم، حتی ترجمه هم کردم با گوگل. پشتش یک پرشر آب داره که گزارش میده به برد آقا فشار آب مثلا روی 3 باره یا خدمتتان عرض کنم که 2.5 باره 3.5 باره. اینجا فقط یک پرشر داره. اینا همه رو وا کردم، تمام اینا رو وا کردم، بردش وا کردم، تمام ریزش همه رو باز کردم. بردش هم قطعاتش همه اسمگیه، یعنی واقعا تعمیر کردنش یکم سخته، به اضافه که ژله داره روش، ولی کن ژله رو باید با بری و قطعات تعویض کنی سخته. در این حال خیلی ست کنترل خوبیه. الان ببینید ما فرض کنیم وصل کردم به آب، بعد با یک آهن ربا تحریکش میکنم، این ریدرلره روشن میشه. ببینین روشن شد. حالا آهن ربا رو برداشتم، خاموش شد. خود این هم آهن ربایه، خود این آهن ربایه. برای نصب اگر بتونن فیلتر مغناطیسی نصب کنن، براده های آهن رو تو ورودی آب میگیره به خودش. اینجا یک شیار داره که این وارد شیاره باید بشه، یک شیاری داره فنر میفته، یک شیار هم داره که ما جاش انداختم تو شیار، با دست دادم بالا الان روشن میشه. حالا با دست بدم پایین خاموش میشه. ببینین دوباره فلوسیویچ مدام تو اینگار آب دادش بالا. خدمتتان عرض کنم حالا فیلتر رسوبگیرم باشه خوبه، البته رسوب رد میشه میره خارج میشه از شیر، ولی فیلتر مغناطیسی سر راش اگه بذارن براده های آهن به این نمیگیره که این نتونه ریدرلر فعال کنه. ریدرلش اینجایه، تمام ریزش همه رو ما باز کردم. خدمتتان عرض کنم یک موضوعی بود گفتم در جریان باشن و هیچی. یک پرشر فشار داره پشتش که از این توز یک سوراخه، از اینجا راه داره به اون پرشره. نه اینجا اگه ببینه اینجا دیدی یک سوراخ ریز داره که فشار آب میره او پرشر آب داره فعال میکنه. او پرشره میگه فشار آب چند باره خاموش میکنه. یک لحظه دیده شده یک پشت همیه دیگه این رفته و توش یک دیافراگم کوچیکی داره، پرشر آب مثل پرشرهای آب پکش فشار میاره و این قطع میکنه آب ره، و زمانی که دوباره باز میاد بالا فلوسیویچ وصلش میکنه. پرشر باز گزارش میده که این ریدرل آمده فعال شده، فشار آب ره میده پشت شیر.
و خدمت عرض کنم تحلیل ما ایه که مثلا 3 بار فشار اگه پشت شیره خدمتتان عرض کنم که به محض که شما شیر باز میکنه یک مکش اینجا انجام میشه، آب میکشه بالا، به خاطر همی با فشار کم کار میکنه، با زیر نیم بار هم کار میکنه. به خاطر همی وقتی آب میره بالا، فشار آب که میره بالا، آبم که یک کم فشار باشه این به خودش میکشه بالا، با خودش میکشه بالا و مجدد روشن میشه. که دکمه های تنظیم هم داره، اینجا میتونی تنظیم کنی با فشار کم، این منهای این میزنی تا با کمترین فشار اگه منبع کوچیک بود روشن میشه، با حتی زیر نیم بار ما امتحان کردیم. و این هم که مثبت هم که دیگه برای فشار زودتر روشن بشه. حالا فشار که به موتور پمپ ربط داره، به این ربطی نداره، این فقط کار قطع و وصل انجام میده، این فقط کارش قطع و وصل کردنه. خدمتتون عرض کنم که به فشار ربطی نداره، فشار ده چیز تعیین میکنه، فشار ما این فنر جاش بزنم. حالا بعضی جای امکان داره ما اشتباه لفظی بشه، شما خودتون دیگه یک شنونده مگه عاقل بشه. تحلیلتان زیاد رو تحلیلای ما حساب نکنه، ما تحلیلات شخصیه بره خودمه، رو حساب کنجکاوی اینا جاش انداختم. یک شیاری داره ایرم با دست دادم بالا، تنرش خیلی نرم، ببینین آمد عقب، خاموش رفت جلو، روشن. زمانی که شیر بسته میره توی این سوراخ داره، فشار آب از اینجا میره توی این پرشره، میاد تو پرشر و گزارش میده با برد که آقا فشار آب رسیده به حد نصاب، شیری که میبندی قطع میکنه که برای روشن شدن مجدد فشار آب پشت شیر باشه. به محض که شیر آب باز میکنین آب با فشار پرتاب میشه بیرون، به محض که پرتاب میشه بیرون یک نیروی باز میخه دنبال خودش بکشه، این نیروی باعث میشه که کمک کنه ای بیه بالا و سریع روشن بشه. این هم گفتم برای بعضی از دوستان، چون اینا جدید آمده ندیدم همکارا باز کرده بشن پشتشه اینا. البته این مدل سادهش هیچ نداره، فقط 3 تا پیچ رو ایرم با گوگل میتونین ترجمه کنه، فقط یک پرشر آب داره که فشار آب گزارش میده به برد. اینم موفق باشین، خداحافظ.